سلام و درود به همه گشقا. به چنل انیمینی خیلی 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 خوش اومدین. دلم واسهتون تنگ شده بود واقعا خیلی زیاد. البته یکی ازم پرسیده بود که چجوری دلت تنگ میشه وقتی نمیبینیشون. کی گفته؟ من وقتی میبینم ویدیو لایک خورده، ویو خورده، نگاه کردین، کل انرژی میگیرم. قربونتون من. من دوباره سرکلم پیدا شد بعد 4 ماه یا 5 ماه اگه اشتباه نکنم آخرین ویدیو رو دیدم. نمیشه بود 4 ماه پیش یا 5 ماه پیش بکنم ویدیو گرفته بودم. خاک تو سرم. بریم با هم ادامه این ویدیو رو ببینیم. Let's get back. Go. کسی که بدون هیچ هنری معروف میشه یک پسر رندوم تونستی که فقط 100 دونه فالوور داره. آقا من راجع به این ویدیو چیز بگم. مردم با خودشون مسخره پسندن. الان پایینی‌ها مطمئنم که الان پسر پایینی‌ام الان فالووراش اومده بالا، ولی خب اینجور کسا رو ما باید معروف کنیم، نه کسی که مسخره است، نه کسی که میمه، نه کسی که حالا قیافش جای پشت قاشقونه. اینجور کسا رو نباید واقعا معروف کنیم. ما خودمون مشکل داریم، ما خودمون خز و خیل پسندیم، ما خودمون بی محتوا پسندیم. چند وقت پیش این ویدیو وایرال شده و ترند شده. دختره هست داره گیتار میزنه میخونه، اولش فارسی بعدش ترکی میخونه. واقعا فوق العاده است، واقعا صداش خوبه و اینجور افراد باید بیان بالا، نه اینکه از مثل این بالاییه که قول منو زیاد کنین شو تا کنین آدما. میشونم اصلا 4 هم بد نی. 1 و 4 تا الان 1 و 4 تا الان بخورم. آقا 5 تا بود. یکیش زندان مسروکه بود، دومی خونه مسروکه بود، سومی اتاق هزار رو بود، چهارمی معدن سنگ بود، معدن زغال سنگ بود، پنجمی مدرسه تحصیل شد. من تو زندان مسروکه و چیز میمونم، معدن زغال سنگ میمونم. چرا؟ چون زندان متروکه خب طبیعتا توش چیزی نیست، ولی مدرسه تسخیر شده و اونم 1000 تا راهرو، 1000 تا کلاس، اتاق 1000 رو که اصلا کلا لونه زنبوره. ولی اگه بخوام توی یکیش بمونم، حالا 2 تا شد، زندان رو میمونم. زندان باز میتونم توش چیزی نیست، زندان دیگه. مردم یا قاتل بودم یا چیزی قاتل میلش معدن زغال سنگ میمونیم. مدرک این که انسان ها فقط 5% از اقیانوس رو کشف کردن. نگاه کن او یارو پدستگ این قده یارو ننگ حالا هر چی هست. دسته لوله یاران اخبارم هست. خدا رو شکر همه یه دونه بوده. مهمون اومد؟ مهمون اومد؟ مهمون اومد؟ Jeepers creepers, where'd you get those peepers? Jeepers creepers, where'd you get those eyes? اولش دیدم ریدم خب، ولی یاد خودم افتادم. من عکسم هم میذارم. من گیریم بودم تو اتاق فرار. حقیقتا همین ریختی بی پدر همین ریختی هم نگاه میکرد به پلیرها. یه فریکای میدادم، اصلا مریضم من تو اتاق فرار. اتفاقا تو فکرش هستم که یه اتاق فرار بزنم، ولی خب پولش خیلیه، ولی جزو هدفم هست. ولی خیلی خوبه اتاق فرار اصلا عالیه. نه فقط به عنوان بازی، به عنوان اکتور وایسیم اونجا ملت رو بترسی، جیغ ملت رو در بیاری. عروسک خیلی کریپی بود یا حسین. عروسک خیلی کریپیه. حالا من پایینیه رو گفتم کریپی. خب بالا این که اومد وایساد
وای حاجی قیافه پایینی خیلی ترسناک‌تر از بالایی است. این بالایی فریک زده رود خب، ولی اونی که افتاده رو زمین خیلی کریپیه. یا حسین اینو اصلا نیستمش. وای انتظار داشتم جامپ اسکر بزنه، واقعا انتظار داشتم جامپ اسکر بزنه. من از جامپ اسکر خیلی بدم میاد، واقعا بدم میاد، اصلا هم میرزه. ولی فکر کن ته راروت اینجوری یه نفر وایساده باشه با این قیافه، با اون مو، با اون بالاخره دیگه با اون ژست وایساده باشه، بعد یه دست سیاه اینور یه دست سیاه اینور، 3 نفر فکر کن بریدم. واقعا بعد افتضاح من نیستم میشینم. الان تصادف میشه. اسبه؟ خیاندش نیوز. صدای آن رو داشت ایرانی ها سمن. آقا اسب چی میگفت وسط خیابون؟ مال کیه این؟ این مال کیه؟ مال کیه؟ آهنگ تسخیر شده که نباید گوش کنیم. خب من چرا باید گوش کنم؟ وای یا حسین دقیقه بایستم ریدم تو خودم. داستان این آهنگ از این قراره که نامزد نام فلانی به خاطر دلیل نامعلومی ازش جدا میشه و شرش دچار افسردگی و غم زیاد میشه و تمام ناراحتیشو توی این آهنگ خالی میکنه و تو سال 1933 با وجود سختی‌های اون دوران منتشر میکنه، اما نمیدونسته که چه اشتباه بزرگی کرده. چند مدت پس از انتشار این آهنگ پلیس پیش از صدها گزارش خودکشی دریافت کنه که کنار بدن هر کدوم از این افراد یک کاغذ پیدا میشه که توش یه تیکه از این آهنگ نوشته شده. تعداد این گزارش اینقدر زیاد میشه که این آهنگ به عنوان ترانه خودکشی مجارستان معروف میشه و توی انگلستان بند میشه. حتی خود خواننده آهنگ در سال 68 اسکول کوسه میبینی اینجا تو در سن 68 سالگی خودش رو از پنجره آپارتمان پرت میکنه تا خودکشی کنه، اما موفق نمیشه. خاک تو سرت، من مزرعیات قهر بوده. اما موفق نمیشه و با جراحات زیادی به بیمارستان منتقل میشه، ولی توی بیمارستان با حلق آویز کردن خودش برای همیشه به زندگی پر از واقعا انرژی منفی داره، ولی من میدونم که زودتر از این که من بگم رفت دنبالش. راستیه. فرمان روایان جهنم بیا. و این چقدر بده. من لوسیفر دوستشم. وای آقا اون اسمش چی بود؟ بی پدر؟ بلزیباب و اگه شما نکنم چقدر فریکیه این آقا، این خیلی بده. حالا نه واقعیت داره یا فیکن اینا، ولی هرچی هست این اصلا بدتره. این خیلی بده واقعا. من به این اصلا فریکیه، دارم زل زدم تو چشای سفیدش مثلا. من لوسیفر رو دوستشم. لوسیفر رو کیه؟ من لوسیفر رو کی دوستشم؟ از اون موقعی که گربه این که از این جادوگر رو بود بچگی میدیدم. اسم گربه‌اش لوسیفر بود. یک تنبل بود پدستر، یک تنبل بود. مرسی که تا اینجا ما رو همراهی کردین. دورتون بگردم. مرسی از نگاه زیباتون. من مثل سابق لایک و کامنت و سابسکرایب هم بکنید، زنگوله بالش هم بزنید که اگه من ویدیوی چیزی گذاشتم که یا قرار زیادتر بذارم نوتیفیکش براتون بیاد و از ویدیو مطلع بشه، عقب نمونه ویدیو. مرسی از نگاه زیباتون، قربونتون برم. مرسی که تا اینجا ما رو همراهی کردین. تا ویدیوی بعدی قربونتون برم. بدرود عشقای من، یکی دونای من. دوستتون دارم.